ما فرض میکنیم که شاه خیلی هم مرد صالحی فرض کنید باشه، خیلی هم آدم صحیحی باشه، خیلی هم خدمتگزار به مردم باشه. خب وقتی مردم یه خدمتگزاری رو نخواستن با کنار برن. ما فرض میکنیم مردم چی دارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی رو؟ مردم چی دارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی رو؟ ما فرض میکنیم اینطور که خیر ایشون مصالح مملکت را ملاحظه کرده، ایشون میخواد آزادی بده، ایشون میخواد مملکت را مستقل کند، ایشون میخواد مملکت را به تمدن نو برسوند. همه اینا را ما فرض میکنیم صحیح، میخواد یه همچه کارا را بکنه. لکن اهالی مملکت میگن ما اینو نمیخوام که سلطان ما باشه. سرنوشت اهالی مملکت با خودشونه. ما همچه خدمتگزار را نمیخوایم، ایشون برن کنار، ما خودمون یه خدمتگزاری دیگه جاش میذاریم. ما فرض میکنیم مردم تعیین کردن این که رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه هر کار بخواد بکنه. مردم چه حق داشتن بکنه؟ مردم تعیین کردن این که رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه هر کار بخواد بکنه. مردم چه حق داشتن بکنه؟ ما فرض میکنیم اگر ایشون اون هم بود، اون طور هم بود، مثل سایر مثلا انسانها یک انسانیتی داشت، باز هم اهالی مملکت حق داشتن به این که بگن که ما این خدمتگزار را، این آدم بسیار صالح خوب را که میخواد مملکت ما را بهشت برین بکند، ما نمیخوایم ایشون بهشت برین کند مملکتمون را. حق ندارن اینا بگن. ما یک نگرشمون نگرش دینی باشه، مردم ما ته دلشون مردم سالم ساده خودمون عرض میکنم، نه اونایی که ذهنشون آلوده شده به مفاهیم غربی با ادبیات سیاسی غرب. ایشون مردم سالم ساده خودمون عرض میکنم، نه اونایی که ذهنشون آلوده شده به مفاهیم غربی با ادبیات سیاسی غرب. حقوق بشر این نیست که هر کسی، هر بشری حق دارد که سرنوشت خودش را خودش تعیین کند. اینا میخواد حقوق بشر این نیست که هر کسی، هر بشری حق دارد که سرنوشت خودش را خودش تعیین کند. اینا میخواد ما نوکر مردمیم، ما خادم مردمیم، ما جاروکش مردمیم، ما باید مانع ها رو برداریم. باز هم اهالی مملکت حق داشتن به این که بگن که ما این خدمتگزار را، این آدم بسیار صالح خوب را که میخواد مملکت ما را بهشت برین بکند، ما نمیخوایم ایشون بهشت برین کند مملکتمون را. حق ندارن اینا بگن.